دماوند. غولی تنها با قلعه‌ای پوشیده از برف که ابرها را در بالای ایران می‌شکافد. این کوه با عظمت و سکوتش همیشه در افق حضور داشت، گویی نگهبانی خاموش بر سرزمین. سالها من آن را فقط در عکس‌ها می‌دیدم، جانوری افسانه‌ای، چالشی که در باد نجوا می‌شد. هر تصویر رویاها و ترس‌هایم را شعله‌ور می‌کرد. دماوند برایم نماد ناشناخته‌ها بود. مرا صدا می‌زد، نه برای فتح، بلکه برای کشف آنچه از آن ساخته شده بودم. صدایش آرام اما مداوم بود، دعوتی به سفری درونی و بیرونی. یک صعود انفرادی به وسواس من تبدیل شد، آزمونی برای روح، زیارتی به جایی که زمین به آسمان می‌رسد. هر قدم وعده کشف خود و طبیعتی بکر را می‌داد. خطرات واقعی بودند، هیپوترمی، بیماری ارتفاع، یک اشتباه کوچک. هر لحظه می‌توانست سرنوشت را تغییر دهد. دماوند با کسی شوخی ندارد. اما کشش کوه از ترس قوی‌تر بود. اشتیاق به تجربه و لمس عظمتش بر همه تردیدها غلبه می‌کرد. ماه‌ها تمرین کردم، تمام جزئیات را مطالعه کردم، اما هیچ چیز نمی‌توانست مرا واقعاً آماده کند. هر شب صعود را در ذهنم مرور می‌کردم، اما کوه همیشه غیر قابل پیش‌بینی بود. دماوند قوانین خاص خود را دارد. من فقط یک مهمان بودم، به امید عبور ایمان. باید به طبیعتش احترام می‌گذاشتم و فروتنی را می‌آموختم. تصمیم گرفته شد، تنها خواهم رفت، با غول روبرو خواهم شد. این سفر بیش از یک صعود، سفری به اعماق وجودم بود. ماجراجویی در شرف آغاز بود. هر طلوع نوید داستانی تازه می‌داد و من آماده بودم تا بخشی از افسانه دماوند شوم. هرج و مرج تهران را پشت سر گذاشتم. صدای بوق ماشین‌ها و شتاب مردم آخرین نشانه‌های زندگی شهری بود که پشت سر می‌گذاشتم. وسایلم را با دقت بار زدم و در حالی که شهر در آینه عقب آرام آرام موهوم می‌شد، حس آزادی و هیجان در من بیشتر می‌شد. هرچه از شهر دورتر می‌شدم، هوا خنک‌تر و نفسگیرتر می‌شد و شبح عظیم دماوند در دوردست مثل نگینی در مه بزرگتر و واضح‌تر نمایان می‌شد. در پلور، روستای دروازه، کوهنوردان از سراسر کشور جمع شده بودند. بعضی با نگرانی، بعضی با شور و شوق، اما همه با هدفی مشترک. مجوز صعودم را گرفتم و به جمع آنها پیوستم. توصیه‌های لحظه آخری را از کوهنوردان با تجربه جمع آوری کردم. همه می‌گفتند کوه امسال سردتر و بادخیزتر از همیشه است و باید آماده هر چیزی باشم. از پلور، جاده‌ای ناهموار و خاکی به سمت گوسفند سرا می‌رفت، جایی که دیگر نشانی از تمدن نبود و فقط کوه و طبیعت باقی می‌ماند. کول پشتم را روی دوشم انداختم و وزنش را حس کردم. همه چیزهایی که برای چند روز آینده نیاز داشتم، حالا بخشی از وجودم شده بود. چادر، غذا، اجاق و وسایل ضروری. همه زندگیم در همین چند کیلو خلاصه شده بود و باید با آنها روزها و شبهای سخت کوه را پشت سر می‌گذاشتم. در ارتفاع 3000 متری، دنیا آرام و ساکت بود. فقط صدای باد و گوسفندان دوردست شنیده می‌شد و حس می‌کردم وارد دنیای دیگر شدم. اینجا نقطه بدون بازگشت بود. جایی که باید تصمیم می‌گرفتم ادامه دهم یا برگردم، اما تردیدی نداشتم. صورتم را به سمت قله چرخاندم، نفس عمیقی کشیدم و با امید و هیجان اولین قدم را به سوی دماوند برداشتم. مسیر جنوبی محبوب ترین مسیر دماوند است، اما راه آسانی نیست. این مسیر کوهنوردان را به چالشی واقعی دعوت می کند، جایی که هر قدم داستانی از تلاش و امید است. مسیر به آرامی شروع می شود و شما را به ریتمی می اندازد. قدم بزن، نفس بکش، قدم بزن، نفس بکش. هر نفس هوای تازه کوهستان را به ریه‌هایتان می‌فرستد و هر قدم شما را از دنیای روزمره دورتر می‌کند. به زودی سبزی ناپدید می‌شود و سنگ‌های آتشفشانی و واریزه جای آن را می‌گیرند. زمین زیر پا تغییر می‌کند و چالش‌ها جدی‌تر می‌شوند. هر قدم یک نبرد است. بالا می‌روید، سر می‌خورید. ارتفاع چنگالش را محکم‌تر می‌کند. گاهی باد سرد صورتتان را لمس می‌کند و خستگی در عضلاتتان می‌پیچد.
نشانه‌ها سفر را میشکنند. هر سنگ، هر پیچ، یک پیروزی کوچک. این نشانه‌ها امید را زنده نگه می‌دارند و به شما یادآوری می‌کنند که مسیر ادامه دارد. کوهنوردان در حال عبور با سر تکان دادن‌های آرام، مبارزه را در سکوت به اشتراک می‌گذارند. هر نگاه پیامی از همدلی و احترام است. در نیمه راه توقف کردم. آب یک میان وعده سریع، لحظه‌ای برای نگاه به عقب و بالا. اینجا عظمت کوه و کوچکی انسان را حس می‌کنی. نقطه شروع در پایین یک نقطه کوچک بود. قلعه در ابرهای بالا پنهان شده بود. فاصله‌ای که طی کردم حالا معنای تازه‌ای دارد. سفر هنوز به پایان نرسیده بود. با امید و اراده ادامه دادم. هر قدم مرا به آسمان نزدیکتر می‌کرد. صعود به بارگاه سوم در ارتفاع 8,000 متری جایی است که استقامت واقعاً آزمایش می شود. مسیر شیب‌دارتر می شود، هوا رقیق‌تر می شود و سردردی مبهم نشانه عوارض ارتفاع است. تردید به سراغم می آید. چرا اینجا هستم؟ آیا می توانم موفق شوم؟ سرعتم را کم می کنم. روی تنفس تمرکز می کنم. صعود را به اهداف کوچک تقسیم می کنم. هوا تغییر می کند. خورشید رفته، باد گزنده، سرما به استخوان‌هایم نفوذ می‌کند. هر قدم عذاب است، اما دیدن پناهگاه پیش رو آخرین فشار را به من می‌دهد. روی سکو میافتم، کوله پشتم را رها می‌کنم و نفس می‌زنم. موفق شده بودم. اولین هدف اصلی به پایان رسید. اما این فقط یک ایستگاه بود. چالش واقعی. قله هنوز در بالا منتظر بود. برای شب آماده شدم. شب در ارتفاع 4,000 متری نبرد ذهن است. حتی در میان کوهنوردان دیگر، تنهایی مطلق است. غذا و چای را به زور خوردم. میدانستم بدنم به سوخت نیاز دارد. خواب به سختی به سراغم می آمد. هوای رقیق، ضربان قلب، حمله مداوم باد. تردیدها بازگشتند. آیا باد خیلی شدید است؟ آیا آماده ام؟ قله را تجسم کردم. وسایلم را بارها و بارها بررسی کردم. برنامه ساعت صبح شروع کنم، در تاریکی صعود کنم، در حالی که زمین یخ زده است. دیگر چیزی نمانده بود جز استراحت، جمع آوری نیرو و انتظار. شب به درازا کشید، یک نگهبانی سرد و تنها. آزمون نهایی فقط چند ساعت دیگر بود. زنگ ساعت صبح مرا از خواب بیدار کرد. هر عضله‌ام درد می کرد، اما آدرنالین کار خود را کرد. لباسهایم را پوشیدم، به زور یک نوار انرژی خوردم و پا به تاریکی گذاشتم. چراغ پیشانیم تونلی از نور را در تاریکی یخ زده ایجاد کرد. صعود یک زیگزاگ بی امان بود. 2 قدم بالا، یکی عقب، ارتفاع خرد کننده بود. ریتم من، قدم، مکث، 5 نفس عمیق. انگشتانم بی حس، ریه‌هایم میسوخت، اما ادامه دادم. ساعتها گذشت. اولین نور سپید دم از افق خزید. بالای ابرها دنیا دگرگون شده بود. قله‌ها مانند جزایری در دریای سفید. طلوع خورشید گرما و امید را به ارمغان آورد. قلعه هنوز دور بود، اما اکنون برای اولین بار ممکن به نظر می رسید. مسیر پیش رو را می توانستم ببینم. نزدیک قلعه، دماوند آخرین آزمون خود را آشکار می کند. تپه گوگردی. هوا بوی گوگرد می دهد. سمی، سرگیجه آور، یادآور اینکه آتشفشان هنوز نفس می کشد. در جهت باد حرکت کردم، دهانم را پوشاندم، اما گاز ریه‌هایم را سوزاند. خستگی و ارتفاع قضاوت مرا ابری کرده بود. هر قدم نبرد اراده بود. قدمها را شمردم. 50، سپس استراحت، نفس زنان. زمین بالاخره هموار شد. در میان گازهای چرخان آن را دیدم. قلعه، یک گنبد پهن و دهانه‌دار. موجی از انرژی مرا به جلو هل داد. درد و خستگی محو شدند. هدف در دسترس بود. هر قدم یک پیروزی بود. من در آستانه ایستادن بر بام ایران بودم. قلعه نه یک فوران شادی، بلکه یک درک آهسته و فراگیر است. به زانو افتادم، خسته، سپس ایستادم تا منظره را ببینم. جزیره‌ای در آسمان، ابرها در پایین، سکوت در اطراف. دنیا در هر جهت گسترده شده بود.
آسمان به طرز غیر ممکنی آبی بود. برای لحظه‌ای تمام درد و شک ناپدید شد. با وضوح و آرامش جایگزین شد. من کوه را فتح کرده بودم. کوه مرا پذیرفته بود. یک پرچم کوچک را باز کردم، چند عکس گرفتم و اجازه دادم شکرگزاری مرا فرا بگیرد. قلعه جایی برای ماندن نیست. آب و هوا و ارتفاع بیرحم هستند. 15 دقیقه سپس برای پایین آمدن برگشتم. صعود فقط نیمی از راه بود. حالا باید با خیال راحت پایین می آمدم. فرود خطرناکترین بخش است. خستگی، واریزهای سست، تمرکز رو به زوال. هر قدم به بدن خسته‌ام ضربه میزد. مسیر برگشت بی انتها به نظر می رسید. در پناهگاه استراحت کردم. سپس به پایین ادامه دادم. با آخرین رق. بالاخره در پایگاه کوله پشتم را انداختم. غرق در رضایتی عمیق. دماوند اکنون آرام به نظر می رسید. معلمی خاموش. درد محو خواهد شد. اما درس‌ها باقی خواهند ماند. فروتنی، تاب‌آوری، سادگی. شما به دنبال یک چالش می‌آیید، اما با درکی عمیق‌تر از خود باز می‌گردید. صعود به پایان می‌رسد، اما سفر در درون ادامه دارد.